دیروز در شهر قدس تقریبا 1000 نفر نزد قرارگاه نخست وزیر بنیامین نتانیاهو تظاهرات کردند. آنها ضد برکناری رهبر خدمات امنیت داخلی اسرائیل شبک روننبر و از سر نو آغاز کردن حمله ها به غزه اعتراض داشتند. به گفته تظاهرگران این تصمیم ها جان گروگان‌هایی را که در غزه هستند زیر خطر می‌گذارد. اعتراضگران به سوی منزل نخست وزیر حرکت کردند و خواستند مانع ها را رخ نکنند، اما پلیس راه آنها را بست. برای پراکنده کردن مردم پلیس چوب دست و آبپاشی استفاده برد. در نوارهای حادثه دیده می شود که ماموران پلیس تظاهرگران را تله داده لطوکوب میکنند و حتی به زمین می افتانند. در بین آنها یوآی گالند رئیس حزب دموکراتی نیز مورد حمله قرار گرفت. بر اثر دخالت پلیس یک کارمند پلیس و یک شخص عادی جراحت برداشتند. پلیس گفت که 12 نفر را بازداشت کرده است. بحران در اسرائیل بعد از تصمیم نتانیاهو برای برکناری رهبر شبک باز هم شدت گرفت. این قرار باعث ناراضگی سخت مخالفان و خشم مردم شد. در همین حال صبح 18 مارس ارتش اسرائیل به نوار غزه حمله کرد و با این کار سازش با حماس را ویران نمود. در نتیجه بمباران‌ها تقریبا 605 نفر کشته و صدها تن دیگر مجروح شدند. در جواب به این حمله ها جنبش فلسطین دیروز موشک به سمت تل اویو پرتاب کرد. نزدیکان گروگان‌ها حکومت نتانیاهو را تنقید کرده گفتند که حکومت نتانیاهو عملاً از گروگان‌ها دست کشیده جنگ را همچون بهانه استفاده می‌برد.